الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز هم با یکی از سوالهای شما جواب میگردونیم. السلام علیکم، التماس جواب دهید. شوهرم اجازت نمیدهد که به دیدن پدر و مادرم روم. آیا این از روی شریعت درست است؟ خب، اگر کوتاه کرده جواب دهیم، شوهر به یگان سبب شرعی حق ندارد که همسرش را از زیارت کردن والدینش، از زیارت کردن پدر و مادرش منع کند، زیرا اینکه این کنده کردن یا قطع کردن پیوند خویش و تباری حساب می شود و چنانه که برای ما و شما معلوم است، قطع نمودن پیوند خویش و تباری صله رحم گناه کبیره حساب می شود و چنانه که الله تعالی در قرآن کریم فرموده است: فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک لعنهم الله. الله تعالی در وصف منافقین گفته است که وقت شما از فرموده های الله و رسولش روی میگردانید و در روی زمین فسادکاری میکنید و چی میکنید؟ و خویش و تباری رو قطع میکنید، کنده میکنید پیوند خویش و تباری را. اولئک لعنهم الله، آنان کسانی هستند که به لعنت الله تعالی گرفتار شده اند. نعوذ بالله. آنهایی که خویش و تباری را کنده میکنند، آنها به لعنت الله تعالی گرفتار شده اند، چنانه که الله تعالی در آیات قرآن کریم بیان کرده است و چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز در حدیث صحیحی که متفق علیه است، امام بخاری و امام مسلم آن را روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: لا يدخل الجنة قاطع، به جنت داخل نمی شود کسی که پیوند خویش و تباری را کنده می کند و قطع می کند. نعوذ بالله، الله پناه دهد. و چنانه که گفتیم، شوهر به یگان سبب و عذر شرعی حق ندارد که این پیوند وسیله خویش و تباری را کنده کند و همسرش را از زیارت والدینش، نزدیکترین شخصی که برای زنش است، آن را منع کند. و نعوذ بالله بعضی شوهرها هستند که میگویند که اگر تو به خانه پدر و مادرت رفتی، تو طلاق هستی، یا طلاقت را دادم، یا فلان میکنم، یا بیسمدان میکنم. به یگان سبب چیکار میکنم؟ همسرش را از زیارت خانه پدر و مادرش منع میکنم. و از تجربه ها و از سوال هایی که برای بنده میبیاید معلوم میشود که سبب منع کردن شوهر از زیارت پدر و مادر همسرش را تقریبا 3 سبب دارد. یکمین سبب این چی است؟ کبر و غروری که در قلب شوهر است و رشک بی اساس. شوهر میخواهد که نشان دهد که به قول گلاون من هستم، با دیگران گمان نکنند که چی زن کلان هستی. هر هفته اینقدر خانه آچد میری؟ نه، اجازت نمیتیم. اجازتی تو در دست من است. با همین چیز بالای همسرش چیکار میکند؟ فشار میبیارد و کبر و غرور همون کبر و غرورش نمیماند که همسرش رو وقتی میگه شوهر اجازت میدی من خانه آچم روم، نه میگم. یا تو اول از آچم اجازت گرفتی، از فلانی اجازت گرفتی، همه اجازت چه میگیرد، بعد شوهر میگه که ها اگر همه اجازت داده باشم مایلش میتونی. یا بعضی میشود که متاسفانه حتی چی خیسینگیل ها خوجین نمیکنن، تا اگر اجازت نتیان شوهری بیچاره اجازتی همسرش را ندارد. نعوذ بالله. خب، باز یکی از سبب ها و این عذر شرعی حساب می شود، این درست است، خبرکشی همسر و دخالت کردن پدر و مادر همسر به زندگی آنها. اگر در همین حالت، تنها در همین حالت، خسور و خوشدامن مرد اگر در زندگی آنها به سبب و دخالت زیاد کرده و زندگی آنها را سبب ویرانشوی شود، در همین حالت شوهر
حق و حقوق دارد که گوید که من نمیخواهم که تو به خانه پدر و مادرت روی، یا اجازه نمیدهم که تو به زیارت خانوادت روی. یا بعضا عادت‌های هست که متاسفانه خواهرها جمع میشوند، مصلحت میکنن، با هم مصلحت و مشورت کرده به خانه مادرشان میروند و آنجا همه از سر و اسرار خانواده اش میگوید. ها شوهری تو چه خیل است، شوهری من این خیل است، بسمدان است، فلان است و شرایط روزگار و زندگی آنها رو مشورت میکنند و اینجا چی میشود؟ خبرکشی و سر و اسرار خانواده رو گمان میکند که پدر و مادرش نزدیک هستند یا خواهرهاش و اپهاش برای او دوست هستند و خبرکشی میکند، سر و اسرار خانوادهش رو میبرد، یا اینکه شکایت از حد زیاد میرود شب و روز هر آن چیزی که در روزگارش هست آن را شکایت میکند و در این حالت بله شوهر حق دارد که همسرش را منع کند. و چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا پدران و مادرانی که در زندگی دخترانشان به یگان سبب جدی دخالت میکنند و میخواهند که زندگی آنها را ویران کنند، گاه می شود که یک چند فرزند دارد آنها، یعنی نبیرگانشان را زنده یتیم کردنی می شوند، با آنها همون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را یادآور می شوند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث خود فرمودند لیس منا من خبب امرأة علی زوجها. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند از جمله مسلمان ها نیست کسی که شوهر را به زنش شورش میدهد، کسی که مرد را به زنش چی میکند؟ ویران میکند، بین آنها کینه و بدبینی را پیدا میکند، سبب جداشوی زن و شوهر میشود به یگان اساس شرعی. و همچنین در روایت دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لیس منا من افسد امرأة علی زوجها. از جمله مسلمان ها نیست، از جمله امتان من نیست کسی که زن را بر شوهرش ویران کند و بین آنها بدبینی و کینه و نفرت پیدا کند، سبب نفرت زن و شوهر شود. بنابراین هر نفری که بین زن و شوهر دخالت میکنند، پیش از دخالت کردن در ذهنشان همین حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. بین آنها دخالت کردن، دخالت بی اساس بی سبب، هر آن شکایتی که میباید دختر شکایت های بی اساس میکنند، آنها میدرایند دخالت میکنند، زندگی آباد ویران میشود از سبب خطاگی بعضی نفرها. خب باز یکی از سبب هایی که شوهر همسرش رو منع میکند این چی است؟ تجربه های بدی و تجربه های خطای خودش با دیگر زنها. نعوذ بالله. زن در اصل زن صالحه است، زن پاک دامن است، خوش اخلاق و با تربیه است، اما مرد که خودش تجربه های بد دارد، با زنان بیراهه زنا کرده است نعوذ بالله، یا فقط با زنهای بیراهه و فاحشه مناسبت های علاقه های غیر شرعی دارد، علاقه های حرام دارد، بنابراین گمان میکند که همه زنها نعوذ بالله بیراهه هستند یا کم عقل و بیعقل هستند یا تیز فساد میشوند و ویران میشوند. بله هستند زنهای بیراهه، بله هستند زنهای فاحشه، اما یک بار آن مردی که بی اساس بالای همسرش گمان بد میکند، یک بار مادر خودت را فکر کن. آیا بالای مادرت همیشه گمان بد میکنی؟ آن مادری که تو را تولد کرده است یا اپا و خواهری که داری، بالای آنها بی اساس گمانهای بد میکنی؟ بنابراین چنانه که همون مردی که یک جوانی که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت که یا رسول الله اذن لی فی الزنا، نعوذ بالله، گفت ای رسول الله برای من به زنا اجازت دهید. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اترضاه لامک اترضاه لاختک، آیا برای مادرت همین چیز را قبول داری؟ راضی میشوی که یک نفر بیاید با مادر تو زنا کنه؟ آیا راضی میشوی که با خواهر تو همین کار بد، همین زنا، همین فحش کرده شود؟ آیا میخوای که نعوذ بالله
با دخترت همین کار بد کرده شود. بنابراین این هم همین طور است برادران عزیز. هر نفری که به اساس بالای زنش، همسر پاکدامنش، همسر صالحه و خوش اخلاقش گمان بد میکند، آیا بالای مادرت گمان بد میکنی؟ آیا بالای خواهرت گمان بد میکنی؟ یا دختری که خود تربیه میکنی، یک روز به وایه میرسونی و به شوهر میدهی، آیا هر شب و هر روز به دخترت گمان بد میکنی؟ الله تعالی رو دعا کنیم که الله تعالی هم مردان و هم زنان را توفیق دهد و الله تعالی ما و شما را و زندگی ما و شما را موافق گفته های خودش و گفته های رسولش محمد صلی الله علیه و سلم بگرداند. الله تعالی ما و شما را هم در این دنیا و هم در آخرت سربلند و سرفراز و سعادتمند هر دو جهان گرداند تا نوار آینده. الله تعالی نگهبانتون باشد.